خب بچه‌ها، ما بعد از یه مدت خیلی طولانی دوباره اومدم جلوی دوربین. بهونه‌هایی که همیشه می‌آوردم تنبلی و اینا رو بذاریم کنار. سر کار خیلی میرفتم، میومدم خسته بودم، می‌خواستم فقط بخوابم، بعد انگیزه نداشتم. بعد این چند وقت تأخیر دوباره چند نفر منو شارژ کردن، هی قلقلکم دادن، گفتم پاشو ویدیو اینا بگیر. دیگه گفتم امروز براتون یکم ویدیو بگیرم. امروز وسط هفته است ولی من سر کار ندارم، یه روز تعطیلمه. بعد گفتم که وقت دارم، وقتم آزاده، یکم بهتون روزمو نشون بدم. امروز چهارشنبه است، جمعه امتحان عملی دارم تو بیمارستان. میخوام یکم برم کتابخونه درس بخونم، درسای تئوریمون رو یکم مرور بکنم چون خیلی وقتی که نخوندمشون، چون که باید یه بخش نوشتاری هم تحویل بدم و برای اون مثلا نیاز به یه علمی دارم که یکم فراموش کردم. قبلش میخوام برم باشگاه، الان میبرمتون با خودم باشگاه. هی داشتم خودم که انجام میرفتم که خودم بکشونم برم باشگاه، هی میخواستم تمرین کنم نرم، ولی با خودم عهد کردم که واقعا تا تابستون هرچندم حالا خیلی حرفه‌ای و رو برنامه خیلی تنظیم و درست حسابی ورزش نمی‌کنم ولی مرتب برم. سنم به یه حدی رسیده که فکر می‌کنم نیاز دارم از بدنم خیلی مراقبت بکنم، به خاطر اینکه هر لحظه هر بیماری میتونه واسه هر کسی پیش بیاد. سنم نداره ولی وقتی که تو بدن تو با ورزش بیمه کرده باشی خیالت راحته که مریضی احتمال اینکه بیاد سراغت کمتره. بعد کمدم هم بعد از اینکه فکر کنم 5 ماه توی خونه بودم بالاخره نصب کردم. یه دوست خیلی عزیزی یک شنبه اومد کمکم کرد، یه فکر کنم 3-4 ساعتی زمان برد بستیمش، یکم تغییر دکوراسیون دادیم. حالا خونه هنوز کاملینا نیست. الان میخوام ساک باشگاهمو بچینم. این ساک صورتی سوپر نایس دیگه. فکر کنم همه میدونم من عاشق صورتی ام. هر بر خونمو نگاه میکنید یه چیز صورتی گیر میارید. همه چی صورتیه، کلا لباسام کمدم نصفش صورتیه. تو کیف باشگاهم کفشمو دارم. حوله میخوام. بچه اینجا حوله تو باشگاه واجبه، مثلا اگه داری راه میری میبینن حوله نداری یا رو دستگاه نشستی، رو دستگاه زیرت حوله ننداختی، بهت میان گیر میدن. البته همه هم رعایت نمیکنن که فکر میکنم اصلا چیز بهداشتی نیست، باید رعایت بکنن، چون که فکر کنم اون دستگاه چند ساله دارن چندین نفر هر روز میرن روش عرق میکنن و اصلا حتما حوله ورداری. لگ، تیشرت و نیمتنه. یه چیزی هم که برای خانوما خیلی مهمه، من تو ایران باشگاه میرفتم، مربیم حالت تنگور به یه سریا میگفت اینکه اصلا نباید سوتیان ببندی، سوتیان فنری نباید خانوما ببندن موقع باشگاه، باید نیمتنه کشی ورزشی ببندی. به بهداشتتون هم حتما توجه کنید. اگه اون روز حمومتونه مثلا حتما من اینجا دستمال مرطوب دارم، یه دونه حالت لیف پارچه‌ای مثلا اونو همیشه اینجوری میزنم، زیر حالم تمیز میکنم، مام میزنم، اتمت میزنم. اینو مثلا که باشگاه یه وقتی که مثلا انگیزه خیلی ندارم برای باشگاه، دوست دارم انگیزم برگرده، یه کمی اصلا آرایش میکنم که یه ذره خوشگل مشکل باشم. مثلا شاید ساعت‌های شلوغی که دارم میرم کمی آرایش کنم که یه ذره قیافم خوب نظر بیاد، ولی آرایشم نه اونجوری مثلا کرم پودر، اون کانسیلر میزنم، ریمل میزنم، خط چشم میکشم، ولی الان واقعا فقط کرم مرطوب کننده میزنم. هوام آفتابی نیست، اگه آفتابی بود ضد آفتاب میزدم. موهام یه ذره خیس میکنم اول، بعد کرم مو میزنم که برای باشگاه مو نباید به جلو صورت اعصابتو خورد میکنه. میزنم. وای الان بهار دوباره اومده، من انقدر دماغم میخوره رو مخ خودم که خیلی از کلافم میکنه. سنجاق سرم که از ویژگی های شاخص و بارز من حتما باید بزنم. دقیقه دیگه قطارم میادش. فکر کنم برنامه امروزم یکم تغییر کرد، چون همین که از در اومدم بیرون یه خانوم است که من میرم کمکش میکنم، خاطر اینکه معلول و روی ویلچره. زنگ زد بهم امروز صبح اتفاقا پیشش بودم، بعد گفتش که 2 تا سگ کوچولو داره، 2 تا شیواوا داره، خیلی نازن، عاشقشونم. یکیشون چشمش مشکل داره، بعد گفتش که یه دکتر مخصوص چشم حیواناست. امروز صبح بهم گفت آره بعد ببینم کی میتونم وقت بگیرم بعد ببرمش اونجا این تیکه رو
بعد گفتم خب اگه حالا کمک خواستی میتونی بگی من میبرمش. بعد انا بهم زنگ زد گفتش که به من گفتن یا امروز ساعت 2:30 میتونم برم یا 3 هفته دیگه، تو میتونی لطفا مثلا ببریش اونجا و اینا. گفتم خب اوکی. حالا من درسامو خونم میتونم بخونم اگه کتابخونه نرفتم. کتابخونه رو انتخاب کردم چون مثلا یکم میری تو جو مثلا درس خونی و میبینی همه سرشون تو کتاب دفتره دیگه. چی دیگه انا گفت واسه آدرس پیدا رو میفرستم فرستاد ببینم که کجاست چجوریه، بعد برم سگ خوشگله گوزیلی رو بردارم ازش ویدیو میگیرم براتون، برامش دکتر ببینیم چشمش چه مشکلی داره چون خیلی قرمز میشه یه چشمش، بعد از این گیگیلیا داره خیلی، بعد با قطره بریزی ولی باز همچنان خیلی قرمزه. واسه همین میرم اونجا. بعد گفتم که باهات ویدیو کال میکنم اگه مثلا یه تصمیم چیزی بعد میگرفتی. برای بنده خدا خیلی شرایط سختی داره بر زندگیش ولی خوشحالم که من هستم میتونم یه کوچولو کمکش کنم. منظره رو داری خدایی. خیلی جای قشنگه باشگاهمون ولی حیف کوچیکه واقعا نسبت به باشگاه قبلی که میرفتم خیلی کوچیکه و قدیمی هم هست نسبتا. باشگاه قبلی حرف نداشت واقعا بزرگ بود نوساز بود، بعد ورزشکارای حرفه‌ای میمدن، بعد یه بخش خانوما داشت خانومان یه بخش بانوان داشت. من همیشه اونجا تمرین میکردم خیلی راحت بودم، همه وسایل رو میشناختم، چندین سال بود اونجا میرفتم ولی دیگه اونجا خیلی بهم دوره. باشگاه من ولی خب خیلی فیلم نمیگیرن چون مردم اینجا رو قیافه‌هاشون خیلی فریکی هن. چه رسیدم توی باشگاه اصلا نمیتونم فیلم بگیرم و همین گوشمو میزنم تو کمد فعلا. بچه یه ساعت تمرین کردم واقعا الان یه هفته است که تقریبا هر یه روز در میون اومدن. خیلی 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 حالم خوبه، خیلی اعتماد به نفس دارم. تو یه هفته یه کوچولو تغییر میبینم، مثلا اون هیکلی که معلومه اصلا ورزش نکرده چند ماه در اومدم. پروتئین شیک و اینا میخورم ببینم واقعا تا تابستون چی ازم در میاد. خب بچه من یکم داره دیرم میشه، باید تون آماده بشم. میخواستم یه چیزی هم بخورم ولی نرسیدم دیگه، بس میمدم بیرون. ولی از این رئیس وافلای برنجی با شکلات برداشتم زخم نکنم. آبم برداشتم همین دیگه. اینم یه درخت با شکوفه‌های صورتی. من ایران بودم فقط شکوفه‌های سفید دیده بودم، اینجا خیلی صورتی خوشگله، خیلی نازن. گلای این درخت ببین چقدر خوشگله، صورتی و اینطوری خیلی بانمه که واقعا. به به. خب این شما و این غنیه. سلام. نگاه کنید بنده خدا چشش چقدر باد کرده قرمز شده. اون جایی که باید بریم خیلی دوره، باید تاکسی سوار بشم از یه جایی الان سفارش دادم بیاد. اون خانومه خودش نمیتونه مثلا ویلچرش مثلا جمع کنه بذاره تو تاکسی بره تا اونجا، واسه همین دیگه گفتم من خوشگل کوچولو رو ببرم. دختر خوبی بود تو قطار، اصلا صداش در نیومد، نشسته بود تو بغلم، ساعتش هم هست داره میلرزه. رسیدیم اینجا دکتر حیوانات دامپزشکی. بچه خیلی جالبه اینجا اسمش از تی آگن سنتروم، یعنی یه مرکزی مخصوص چشم حیوونا، یعنی دامپزشکی معمولی نیستش، مرکز چشمه. خیلی جالب بود، خودم نیامده بودم تا حالا، اصلا کلا تا حالا دامپزشکی نیامده بودم. Okay, also was man hier sehen kann ist, dass also der Augapfel hat sich schon sehr vergrößert, das heißt wahrscheinlich ist der Lidschluss auch unvollständig. خب بچه ما از دکتر اومدیم بیرون. کجایی؟
داروهاشم گرفتم. فشار چشم اون چشمش که اصلا عفونت نکرده بود خیلی بالاست، بعد اصلا عفونت نکرده بود. لینزه نمیدونم چی میشه بفار، عدسی. آره عدسیش مشکل داره بنده خدا. بعد کلی قطره داد، بعد قطره بزنیم. الان دوباره تاکسی سفارش دادم که برگردم. خیلی طول کشید، یه ساعتی طول کشید. ولی خیلی دختر قوی بودش، خیلی گوش کردش، خیلی گذاشتش که همه کار بکنن. قربونش برم من. اینجا هم دم رودخونه است. این یه تیکی از کنار رودخونه رو تا الان نیومده بودم. بعد کنار اونجا کلی نمیدونم چی بهش میگن، طویله بود، اسب و اینا داشتن. به چه هوایی هم هست. کشتی هم تازه رد میشه از اینجا، باد میبره میره. مگه نه دختر قوی؟ آخ قربونه تو من برم. فشار چشمت بالاست، قد شما ناز هستی. دیگه میخوام برم بچه رو تحویل بدم به مامانش، توضیح بدم چی گفت دکتر چی نگفت. یه ویدیو گرفتم با موبایلم. خوشگل خانم دیگه دیدم به پایان رسید. خیلی طول کشید. 1:30 بود از خونه رفتم بیرون. مثلا 5:30 هیچی نخورم به غیر از همون وافل کیکیا. میخوام سریع برم خونه یه چی بخورم. دلم بی‌صبر میکنم. دیگه شب شد تا برگشتم خونه. های بچه ببین چی شد. گفتم میرم خونه غذا میخورم، ولی انقدر گرسنم بود حساب کردم گفتم که من تا برسم خونه 1:20 دقیقه طول میکشه. بعد از بعد شروع کنم آشپزی کردم. واقعا از کوشنی داشتم میبردم. بعد رفتم مکدونالد خوردم. شما مثل من نباشید صبح برید ورزش، شبش برید مکدونالد. واقعا خیلی سخته. از وقتی ورزش میکنم اشتهام خیلی بیشتر شده. هی ناخونک دلم میخواد بزنم، هی چیزی شیرین دلم هوس میکنه. یه رسیدم خونه و یه دونم نامه داشتم برم ببینم چیه. دیگه کار خیر امروزم هم کردم، ورزشم هم کردم، فقط درسمو نخوندم که اونم البته الان میشه میذاره تو آیپدم. چیزایی میخونم، یه مرور میکنم تا ببینم که فردا چی میشه. فردا روز نوشتاری امتحانم، یعنی باید یه چیزو آماده بکنم. 2 ساعت و نیم وقت دارم که همه چیزو ببخشید 4 ساعت و نیم وقت دارم همه چیزو بنویسم. بعد جمعه امتحان عملیمه، اون 2 ساعت و نیم طول میکشه. بعدش یه 20 دقیقه شفاهی، ببینم این دوره رو قبول میشم یا نه. بای بای.